سلام لعنتیای شکاک که در ادامه میگه این ویدیو فتوشاپه. آموزش پیوند بادمجون هندونه رو داریم. یکم خمیردندون میزنیم به بادمجونمون، یه هندونه رو از وسط میبریم و نصف هندونه رو میذاریم داخل گودی که تو گلدون ایجاد کردیم. داخلش یکم خالی میکنیم و یه قرص نعنا میندازیم داخلش و یکم ژل آلوورا، یکم تخم مرغ و به هم میزنیم. این ترکیبمون آماده است. حالا بادمجون رو به صورت برعکس میذاریم داخل ترکیبمون، حتما برعکس باشه، و خاک رو میدیم دورش و حالا آب و یه سطل هم میذاریم روش که رطوبتش حفظ بشه. بعد از یک هفته بادمجونمون رشد کرده. حالا باید در بیاریم ببینیم ریشه داده یا نه. بله در بیاریم ریشه، بله خیلی ریشه خوبی داده. حالا ریشه‌شو میشوریم واسه اینکه انتقال بدیم به گلدون جدید. گلدون جدیدمون آماده است. میذاریم با ریشه داخل گلدون جدید، یکم بهش آب میدیم، خاک رو میدیم اطرافش و حالا تاثیر نداره نوشابه. ما خواستیم به گیاهمون حال بدیم، یه نوشابه هم بهش دادیم، تاثیر نداره. بعد در نهایت شما بعد 3-4 هفته یه گیاه ترکیبی هندونه و بادمجون داریم. آموزش پیوند موز و هویج هم که تو پیج براتون گذاشتم.